امروز میخوایم با هم یه بامیه پیچی درست کنیم. ابتدا برای درست کردن شربت بار شکر و آب رو با هم ترکیب میکنیم. میذاریم روی شعله متوسط ولی به هیچ عنوان هم نمیذاریم تا به جوش بیاد. به جوش که اومد بهش جوهر لیمو و گلوکوز رو اضافه میکنیم. دور قابلممون رو آب لیمو میزنیم تا شکرک نزنه. بعد به آرومی با یه قاشق چوبی شروع میکنیم به هم زدن. حالا وقتشه که بهش گلاب، پودر هل و زعفرون دم کرده رو اضافه کنیم و بذاریم 20 دقیقه روی شعله متوسط بمونه تا یه مقدار غلیظ بشه. برای خمیر بامیمون اول تخم مرغا رو خوب با هم میزنیم. بعد شیر رو اضافه میکنیم، ماست رو اضافه میکنیم، روغن، پودر قند و آب لیمو ترش رو اضافه میکنیم و مواد رو با هم ترکیب میکنیم. حالا میریم سراغ آرد. آرد رو اول 3 بار الک میکنیم. بهش نمک، وانیل و بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و آروم آروم آرد رو اضافه میکنیم به مخلوط خمیرمون. وقتی خمیرمون به این غلظت رسید دیگه آماده است که بریزیمش داخل قیف. برای سرخ کردن بامیه روغن رو میریزیم داخل تابه و موقعی که داغ شد بامیه رو به کمک قیفمون میریزیم داخل تابه. 2 طرف اون رو خوب سرخ میکنیم. بامیه که سرخ شد بلافاصله میندازیمش داخل شربتبار سرد و میذاریم 5 دقیقه داخلش بمونه. بعد 5 دقیقه بامیه ها آماده است. چه شود! شما فقط نتیجه رو ببین و برو سریع واسه افطار درست کن و نوش جان کن.